اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام علیکم خانم ها، آقایان محترم، مسافرای بهشت، همشهریای شهرالله، الهی که حالتون خوب باشه، سلامت و تندرست باشید و پاداش 10 روز روزه‌داری مبارکتون باشه. سال نو هم انشاءالله تا به اینجا به شما خوش گذشته باشه، اتفاقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشین. اگر در سفر هستین، سفر به کام دلتون نشسته باشه. مشغول دید و بازدید هستین، انشاءالله پربرکت باشه و مستمر باشه و تا پایان سال هم همینطور اتفاقات مبارک برای هممون انشاءالله بیفته. 1/3 از ماه مبارک هم مردم رفت. ضمن این دید و بازدیدا و سفرها و اینا حواسمون باشه، خیلی به سرعت گذشت. چشم به هم بگذاریم و باز بکنیم. این 2 تا 10 روز دیگه هم، البته 29 روز در تقویم هست، این 19 روز باقی مانده هم خیلی به سرعت برق و باد خواهد رفت. خدا کنه یه جوری نشه بعدن زمستونه بره مثل زمستونی که رفت ولی روسیاهی به زغال بمونه. به شما جسارت نشه، خدا مثل خودم عرض میکنم. ما نیتمون توی این برنامه یاد خدا همینه، یه تلنگری باشه که خود بهار البته تلنگره به نظرم به هممون، ولی خب یاد قبر و قیامت، یاد معاد و ذکر خدای بزرگ و مهربانمون در بهار قرآن رمضان مبارک همین حس تلنگر رو برای ما خواهد داشت. بهره مند داریم میشیم در این شبها و این برنامه ها از بیانات ارزشمند استاد عزیزم حجت الاسلام و المسلمین محمدی شاهرودی. توی این برنامه هم قدم به چشم من گذاشتن. خوشحالم که بهشون سلام و خیر مقدم عرض میکنم. خیلی خوش آمدید. سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، متشکر، مخلص. عاقبت بخیر باشید ان شاء الله شما و همه دوستان عزیز بیننده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم خدمت دوستان عزیز بیننده و عرض تبریک و تهنیت. این ایام رو هم به لحاظ ماه مبارک رمضان یواش یواش نزدیک میشیم به میلاد امام مجتبی علیه السلام، به لحاظ سال جدید که خب این بهار طبیعت در واقع دلها رو هم بهاری میکنه ان شاء الله. تبریک عرض میکنم و آرزوی سلامتی، طول عمر، قبولی طاعات، عبادات، نمازها، روزها از خدای متعال دارم و خدای متعال رو شاکرم که توفیق نصیب شد خدمت شما عزیزان باشیم. ما بحثمون اثبات معاد از منظر قرآن بود. یک دلیل رو که دلیل برهان حکمت بود به تعبیر خود قرآن خدمتتون عرض کردیم. دلیل دوم که قرآن خیلی بهش پرداخته، آیات فراوانی، الم نجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون. اون دلیل عدالت، عدل. در دنیا خیلی از ظلم ها رخ میده که مظلوم نمیتونه حقشو بگیره، فراوان. اگه بخوایم حساب کنیم به میلیون ها، بلکه بیشتر از میلیون ها میرسه. خب اگر عالم دیگری نباشد که این حق اونجا استیفا بشه، عدالت خدا پس چی میشه؟ خدایی که بنده ذره مثقالی نمیذاره که بخواد به بندش ظلم بشه، ولی در دنیا ظلم میشه. این فلسطینی هایی که شهید شدن، لطه پار شدن، اینا چه گناهی کرده بودن؟ حالا فرض کنید که مثلا قاتلان اینها رو بخوان قصاص کنن، دیگه بیشتر از این که نیست که؟ بله. اولا با قصاص اون بچه‌ای که مرد، که شهید شده، اون کسانی که از دنیا رفتن که بر نمیگردن. همینطور. داغی که بر دل خانواده هاشون نشسته، دیدن جلو چشمشون که بچه‌هاشون پرپر شدن، که اون داغ که برطرف نمیشه. فرض کنیم با قصاص عدالت محقق میشه. بگیم که خب شما یک نفر رو کشتی، ما هم بر تو به ازای اون النفس به نفس. این در صورتی است که یه نفر رو کشته باشه. حالا اینکه با کشتن این اون مقتول بر نمیگرده، داغ از دل خانواده‌اش نمیره، نانآورشون بر نمیگرده، اینکه این دوتا ممکنه با هم مساوی نباشن. یا آدم فرض کنید که آدم بی سر و پایی که هیچی نداره اومده یک عالم، یک دانشمند، یک فرهیخته اندیشمند رو کشته، بگیم خب النفس به نفس. شاید 1000 تا از اونها شما جمع کنید به اندازه انگشت کوچیکه اون عالمی که شهید شده نباشه. بله. حالا از همین ها گذاشتیم بگیم با اب نداره، النفس به نفس.
حالا یه نفر ما 100 نفر رو کشت، چیکارش کنیم؟ به ازای یک نفر قصاصش میکنیم. 99 نفر سرشون بیکلا مونده. اینجا دنیا دیگه غیر از این نیست. اما اون طرف چرا؟ اون طرف کسی که 1000 نفر رو کشته هزاران بار میسوزه که اگر در دنیا بود هر بار که میسوخت میمرد دیگه، ولی اونجا نمیمیره، ولی کیفرش رو میبینه. کل ما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب. میسوزه به خاطر این قتل و آدم کشی، پوست بدنش سفت میشه، جزغاله میشه، این پوست رو میکنن، پوست جدید دوباره حرکت از نو. اونجا ظرفیت تحقق عدل الهی هست، اینجا نیست. اگر عالم دیگری نباشد عدالت خدا زیر سواله، پس حتما ضرورتا باید عالم دیگری باشد که حق به حقدار برسه. بله. و اون غیر از آخرت عالم دیگری نیست. این تصویرهای مختلف داره این موضوع که حالا من فقط بحث قصاص مطرح کردم. کسانی که در دنیا همه عمرشون رو صرف خدمت به بندگان خدا کردن، هیچ بهره هم نبردن، از دنیا رفتن. کسی هم که یک عمر صرف خیانت کرده، به منافع هم رسیده، از این طریق اختلاس کرده، دزدی کرده، نمیدونم حق مردم رو خورده و در دنیا هم برخوردار بوده، بعدم مرده. این دوتا با هم مساوی باید باشن. نه، این دنیا اگر باشه ظلم‌های زیادی رخ داده که عدالت دربارش اجرا نشده و لذا چون خدا عادل است حتما و ضرورتا باید عالم دیگری باشد تا اونجا عدالت کاملا محقق بشه. خب خیلی ممنون از این بحث‌های مقدماتیتون که مثل همیشه استفاده کردیم. یه سوال برام پیش اومد، اگه اشکال نداره بپرسم، بعد بریم فاصله بگیریم و برگردیم و سوالات مردم رو بپرسیم. اگه کسی قتل نفس نکرده باشه، کسی رو نکشته باشه، اما کسانی رو روحشون رو از بین برده باشه، یعنی چجوری بگم، گمراهشون کرده باشه یا انقدر اونها رو به لحاظ عاطفی و احساسی عواطف و اینا از بین برده، مثلا دیگه تو کل زندگی افسردهشون کرده، یا حتی انقدر طرف افسردگیش خودش رفته خودش رو کشته میخوان، یا اصلا نکشته، متا عملا دیگه از اون فرد فقط یه جسم مونده، یعنی روح او رو از بین برده، کسانی رو باهاشون این معامله کرده. اون وقت همون اتفاق براش میفته که دوباره بمیره و زنده بشه و بسوزه. بله، گاهی بیشتر. در ذهن آیه که داره که من قتل نفسا فکأنما قتل الناس جمیعا و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. امام صادق فرمودن که این کشتن و زنده کردن مادی و فیزیکی و بدنی نیست. قضیه اصلا همون وجانه. این نیست، بلکه کسی رو گمراه کنه اونو کشته. یک نفر رو بکشه همه عالم رو کشته. کسی نفر رو هدایت کنه، اصلا رسانه ها نقشون خیلی پررنگه، یه نفر رو هدایت کنه، او رو احیا کرده، همه عالم رو احیا کرده. بله، فقط کشتن و زنده کردن فیزیکی که نیست. گاهی این بدن رو کارش نکرده ولی روحش رو کشته، انسانیت رو کشته. پناه بر خدا. خیلی خطرناکتره. یه استوری به قول امروزی‌ها، حالا معادل فارسیش الان وضعیت، طرف میذاره توی صفحش در فضای مجازی، کلی رو گمراه میکنه. یعنی کلی آدم کشته. اینجوری که شما فرمودین. فرمایش امام ساده بود، من حرف من. آره فرمایش امام ساده. خیلی باید حواسمون جمع بکنیم تو این دنیای امروز. پناه بر خدا از دست این فضای مجازی که البته همون فضای واقعیه به نوعی. پناه بر خدا. بریم برگردیم. بفرمایید. خب توی این فاصله که اینجا تشریف نداشتین، آقای تصویربردارمون گفتن که اون استوری رو که من گفتم حالا وضعیت، میگن که داستانک، میگه داستانک هم بهشون میگن. حالا سوالات مردم: اگر در همه ما روح خدایی دمیده شده، چرا بعضی ها اینقدر بدن؟ مثلا در شمر و ابن ملجم مگه روح خدایی دمیده نشده بوده؟ بله. چرا؟ اونها هم بالقوه روح خدایی رو داشتن، اما اون روح خدا رو به فعلیت نرسوندن، بلکه اون رو در محاق بردن و به جاش روح شیطانی و روح حیوانی رو تقویت کردن. اون روح خدایی که در واقع منشأ همون فطرت انسان باشه، اصلا خود فطرت انسان هست، بذر
استعداده. اونا داشتن این فطرت رو، شمر هم این فطرت رو داشت، ولی زمانی هم حسن استفاده میشد از این فطرت. در رکاب امیرالمومنین به عنوان سرباز مولا بله شمشیر میزد، مجروح شد در جنگ صفین. بله. اون همین فطرت او رو به اون کار وادار کرد، ولی بعدن این فطرت رو روش پوشون و به انحراف کشون. اون روح الهی که همون فطرت انسان باشه، اقتضاش همون هدایت و خوبی و ملکوتیت و سلامت. یه فرمایش از پیامبر داریم که فرمودن کل مولود یولد علی الفطره حتی ان ابواه یحودانه او ینصرانه او یمجسانه. هر انسانی اون فطرت پاک الهی رو داره، بله. همون روح خدایی رو داره، اما محیط و حالا اغراض نفسانی و پدر و مادر و اینها میان اونو تبدیلش میکنن مثلا به یهودی، مجوس، نصرانی، چیزی از این قبیل. شمر و ابن ملجم اونها هم این روحو داشتن، منتها در حد استعداد اینو تبدیلش کردن به یک روح پلشت حیوانی، بلکه بدتر از حیوان. چرا؟ چون عقل رو به کار نگرفتن، چون فطرت رو کنار گذاشتن، نفس و هوای نفس اماره و هوای نفس رو به کار گرفتن. هوای نفس به شمر گفت که اگه میخوای به مسئولیت و مدیریت و ریاست برسی، الان ریاست اون طرفه نه این طرف، پول اون طرفه نه این طرف. این هواهای نفسانی اومد و بر فطرت غلبه کرد، بر روح الهی غلبه کرد. بله همه انسان ها روح الهی رو دارن، منتها این در حد قوه هست و باید به فعلیت برسه، با شکوفا بشه، با آگاهی و با کار کردن، پرورش دادن. اون وقت انسان میشه خلیفه خدا. اما اگه نه کارش نگرفت، خب یک قوه‌ای بود که از بین رفت و منشأ اثر نبود. بله خیلی خوب. گفتن آیا در واقع آیا نداره نفرین و آرزوی مرگ برای دیگران چه آثاری داره؟ خیلی بده. حتی المقدور نباید انسان نفرین کنه، چون نفرین اگر به حق نباشه، مثل پرنده‌ای که انسان پروازش میده، بله، میره سراغ اونجایی که فرستادش. اگر اون شخص مستحق نفرین بود اونجا میشینه، اگر نبود برمیگرده رو سر خود اون کسی که نفرین کرده. ایداد و بیداد. بله. بنابراین حتی المقدور خوبه که انسان نفرین نکنه، مگر جایی که مطمئن باشه. مگر غیر مؤمن، یعنی پرسون کافر یا دشمن حق، اونها رو نداره انسان نفرین بکنه. خدا هم نفرین کرده در قرآن، در جاهای دیگه، قاتلهم الله. نمیدونم بودن استعداد و آمادگی برای مرگ یعنی چی؟ یکی از مهمترین کارهایی که انسان باید دنبالش باشه همین استعداد مرگ که تو روایات ما تو آیات قرآن هم داریم، زیاد بهش پرداخته شده. پیامبر فرمودن افضلکم ایمانا اکثرکم ذکرا للموت و اشدکم استعدادا له. بهترین ایمان ها رو در بین شما کسانی دارن که بیشتر بیاد مرگ باشن، یک، و بیشتر آماده این سفر باشن. اینا زرنگ‌تر یاد داریم که اکیسکم اکثرکم ذکرا للموت و اشدکم استعدادا له. زرنگی به چی؟ این که انسان بیاد مرگ باشه و آماده این سفر باشه. بله. از این دست باید زیاد داریم. اون شب 27 رو اهل سنت، شب 27 ماه مبارک رمضان رو اهل سنت شب قدر میدونن. شب 21. بله، شب 27. 27. آره. و خیلی هم جدی میگیرن شما اگه میخوای شب 27 وارد مسجد حرام بشی تا 24 ساعت نمیتونی خارج بشی، انقدر شلوغ و انقدر چیزا. یعنی از این 3 شب دیگه حتی بیشتر اونا محتمل اصلا 3 شب رو اونها شب قدر نمیشه. شب اونا 27 ماه مبارک رمضان. خب شب مهمی هم هست از نظر ما هم. بله. غسلش به طور ویژه مستحبه. یه دعایی رو امام سجاد علیه السلام سر شب تا صبح تکرار میکرد تو این شب. شب 27. این دعا خیلی دعای زیبایی است. اللهم ارزقنا التجافی عن دار الغرور والانابه الی دار الخلود والاستعداد للموت قبل حلول الفوت. خدا در این روز در این شب عزیز من 3 چیز از تو تقاضا میکنم که 3 چیز رو روزی من قرار بدی. اللهم ارزقنا التجافی. یکی این که انسان از این دار غرور که دنیا باشه بکنه خودش رو. تجافی نیمخیز شدنه. وقتی که کسی یه رکعت از امام جماعت عقب میمونه
نیمخیز میشینه، میگن تجافی. میگن تجافی. اون حالت استارتی که دونده ها دارن که تا شلیک شد میپرن، راست میگی، اون تجافیه. بعضیا به زمین چسبیدن، به دنیا چسبیدن. قبض روح برای اینها خیلی سخته. یعنی ما تو کل زندگی باید این همچین حالتی داشته باشیم، باید انسان حالت تجافی داشته باشه. وقتی به زمین چسبیده، این بندها قیچی بشه، قیچی شدن جونش در میاد، پدرش در میاد. قیچی شدن هر بندی کلی زحمت داره. اولین چیزی که امام سجاد تقاضا میکنه برای این شب اینه که انسان از این دار قرون گول زننده، از این داری که گول میزنه دل بکنه، خودشو بکنه، تجافی داشته باشه. ول انابت الی دار الخلود، توجه به اونجایی که جاودان انسان میخواد توش زندگی بکنه که آخرت باشه. این جمله سومش، ول استعداد للموت قبل حلول الفوت، قبل از اینکه وقت از دست بره آمادگی این سفر رو پیدا بکنه. خب حالا چیکار کنیم که این استعداد رو کسب کنیم؟ همین سوال رو از امیرالمومنین پرسیدن. حضرت فرمودن اگه شما 3 کار انجام بدید دیگه آماده سفرید، دیگه براتون فرق نمیکنه که سفر کی باشه چی باشه، هیچ فرق نمیکنه. 1 اداء الفرائض، واجبات انسان انجام بده، حالا مستحبات باشه طلبش. 2 والاجتناب عن المحارم، من میخونم که دوستان بعدا خواستن سرچ کنن کل حدیث پیدا بکنن داشته باشن. 3 والاشتمال علی المکارم، اون مکارم اخلاق رو به دست بیاره. بعد فرمود که بعد از این دیگه لا یبالی وقع علی الموت او الموت یقع علی والله لابن ابی طالب لا یبالی وقع علی الموت او الموت یقع علی. به خدا پسر ابو طالب دیگه باکی نداره، او بره سراغ مرگ، مرگ بیا سراغ او، کی باشه چی باشه هیچ باکی نداره. چرا؟ چون استعداد این سفر رو پیدا کرده. پس استعداد سفر در 3 مطلب خیلی ساده خلاصه میشه: انجام واجبات، ترک کارهای حرام و به دست آوردن مکارم اخلاق خوب کردن. انسان این 3 گام رو برداشت، مومن این 3 گام برداشت، دیگه خیالش راحت باشه. انجام واجبات، ترک محرمات، مکارم اخلاق. بله، اینو همین تو دنیا انسان همین 3 تا قالب توصیه علما و عرفا و بزرگان هم همینه. همین، بله. آقا واجبات انجام بده، محرمات رو ترک کن تا میتونی کار خیر بکن، اخلاق هم خوب کن. بنابراین استعداد که در روایت فراوانی اومده اینه، این 3 تا. این دیگه به علاوه ایمان هست دیگه. ایمان، بله دیگه. این میشه همون عمل صالح. این 3 کار میشه در واقع در ادامه ایمان و عمل صالح. اگه انسان این کار رو انجام داد، او دیگه به مقصد رسیده. این فرمایش حضرت خیلی جالبه ها، لا یبالی یعنی باکی نداره دیگه. اینکه کی مرگ میاد سراغش فرق نمیکنه براش، آماده. کسی که لباسش پوشیده آماده هست که بهش میگن که قافله حرکت کرد، میگه باشه من آمادم بریم. اما کسی که آماده نباشه، دنبال کفش بگرده، دنبال کلاه بگرده، زاد و توشه بگرده، قافله رفته و اوجا مونده. آره. استعداد تو این 3 تا خلاصه میشه که به حرف راحت، البته به نظرم یعنی که دیگه باکی نیست و خیلی راحت ما نمیتونیم بگیم. همین توی بخش اولش موندیم خیلی همون دیگه. انجام واجبات همین یه تیکه حالا گیریم، خیلی که سخت نیست. نه بذار من بگم آجا سخته. شما راحت آجا، شما دارین از ناویه خودتون و حالا شاید نمیدونم جسارت نشه ولی ماها ضعیفیم به خود، یعنی من از طرف خودم و مثل خودم نگاه میکنم همین تو بخش اولش میمونیم. انجام واجبات با همه اجزا و ظرافت و لطایفش. 1 2 ترک محرمات. 1 2 تا محرمات نداریم که این همه محرمات تو زندگی‌های امروزی که الا ماشاءالله چیزای جدیده، یعنی چیزای جدیدی پیدا شده که حرامه که خب 100 سال پیش حتی نبود، چه برسه 1000 سال پیش. آجا متوجه چی عرض میکنم؟ یعنی محرمات تعدادش به لحاظ کمی هم کیفی خیلی متنوع و زیاد شده. خب ترک این همه محرمات در 2 فضای واقعی و مجازی و حالا ضمن که تو اینا رو می‌کنی، حالا مکارم اخلاق سخت، نمیگم نشدنیه ولی سخت، با اجازهتون سخت. بله، حالا متأکدم که شما فرمودید، شما تصورتون اینه که مثلا صحبن هم اگه بخواد کسی حرامی رو انجام بده یا واجب رو ترک کنه مؤاخذه میشه، یا ممکنه که ندونه. نه، پیامبر فرمود که بوستو علی شریعت سهلت سمحه، من بر یک شریعت آسانگیر و
بزرگوارانه مبعوث شدم. اسلام انقدر سختگیری نمیکنه. میشه انسان میدونه حرام بیان انجام نده، اونم که حلال اون که واجب بیان انجام بده. حلال بیان اب نداره اما حالا اگر ندونسته یه وقت گرفتار حرامی شد یا واجبی ترک شد، اینا مؤاخذه نداره. لیست حرام ها مشخص و خیلی زیاد نیست، محدوده. نه حالا تعدادش شاید کم باشه ولی تنوعش زیاده توی دنیای امروزی. یعنی یه نوجوانی، یه جوون به نظر من، حالا بحث میطلبه دیگه، بحث اون خارج میشه، ولی حتی نسبت به 50 سال، 100 سال پیش، 200 سال پیش، فضاهایی که گناه در دسترسشه و دعوت شیطان به این انواع گناه ها خیلی خیلی زیاد و متنوع. این کاملا درسته. آره به خاطر همین عرض میکنم. در گذشته خب با خلوت با نامحرم کار سختی بود، باید یک محیط خلوتی هم. الان دیگه میتونه در بین 100 نفر نشسته و با نامحرم خلوت کرده باشه، چت کنه. آره. و شیطان گفت که اگر 2 تا نامحرم با هم خلوت نفر سوم منم. نفر سومشون منم. الان خیلی جا نفر سوم حضور داره متاسفانه. اعوذ بالله من الشیطان، خدا لعنتت کنه شیطان رانده شده از درگاه خدا. خیلی ممنونم استاد. یه فاصله بگیریم برگردیم. بحثمون با لعنت و اینام بود، حالا دوره رسید به لعنت. بهترین کسی که ما میتونیم لعنتش کنیم همین شیطان رجیم. خدا لعنتت کنه شیطان. بریم و برگردیم بقیه سوالات پرسیم. بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. آیه 133 سوره مبارکه آل عمران رو با هم دیگه تلاوت کردیم. خدا رو هم از این بابت شکر میکنیم و انشاءالله که ما هم جزو کسانی باشیم که میشتابند به سوی بهشت الهی. تدارک این برنامه، اون موضوعی که داریم راجع بهش صحبت میکنیم، فرمایشات استاد محمدی شاهرودی عزیز پیرامون این موضوع، یعنی معاد هم برای همینه. دلمون میخواد در زمره کسانی باشیم که میشتابند به سوی بهشت الهی. بفرمایید استاد. بله متشکرم. البته فراتر از بشتابید، نه مسابقه بدید. سرعت یعنی مسارعه، از سارعو هست نه سرعو. سارعو یعنی از دیگران جلو بیفتید، مسابقه بدید. رقابتی است. آره ما ببینید وقتی که در دنیا با هم مسارعه و مسابقه داریم و تنافس داریم، خب این خوب نیست. من میخوام ماشینم از مدل ماشین که مثلا بالاتر باشه، من میخوام که نمیدونم پولم از فلانی بیشتر باشه. خب این خیلی بده. یه وقت نه در آخرت با هم مسابقه میدیم، این خیلی خوبه که وقتی که انسان نگاه میکنه به یک فردی میگه خب این چرا باید نماز شبش 1.5 ساعت باشه، مال من مثلا 1 ساعت باشه، منم میخوام 1.5 ساعت کنم. این خوبه واقعا این با خوبه. همین نیت. بله. او مثلا 1 ساعت نماز شب میخونه، من 2 ساعت میخونم، من میخوام از اون جلو بیفتم. بله. یا اینکه او انقدر انفاق میکنه، چرا من کمتر انفاق کنم، منم باید بیشتر از اون انفاق بکنم. یعنی یه جورایی قبطه میشه این، درسته؟ نه قبطه، نه حسد، هیچ کدوم از این چیزها نیست. مسارعه، سرعت گرفتنه. میگه من میخوام توی این مسابقه از همه جلو بیفتم. تو اون دعای کمیل هم داریم، اواخر دعای کمیل مطلب هست. خب این خیلی خوبه که انسان در امور معنوی همیشه به بالا دستش نگاه کنه و همیشه خودشو کم ببینه. در هر جایی که ایستاده اگه به پایینا نگاه کنه وقت دچار غرور میشه. من اهل نماز شبم ولی فلانی نماز شبم نمیخونه. من اول وقت نماز میخونم، اون نمازش به مثلا آخر وقت میفته. من تو جماعت شرکت میکنم. این همیشه میاد پایین و به هیچ جا نمیرسه. اما این همیشه بالا دستش نگاه کنه در امور معنوی، این همیشه در حال تلاشه و همیشه هم رو به پیشرفته در امور معنوی. در امور مادی باید به پایین دستا نگاه کنه. اگه مثلا فرض کن که ماشین داره، ماشین هم شاید مدل پایین هست، بخون من که ماشین دارم، اون بیچاره‌ای که تو این هوای سرد با موتور زنه بس این طرف اون طرف میبره، خب خیلی از من از اون بهتره. اگه موتور داره، اون بیچاره‌ای که دو چرخه میخواد پا بزنه، من که خیلی گاز موتور میرم. اگه دو چرخ داره، بگو من که دو چرخه دارم، کسی که بیچاره پیاده میخواد این راه رو بره، اگه پیاده میره به اون کسی که پای درستی نداره که این راه رو بخواد بره، همیشه به اون پایینه نگاه کنه. هر چه داره در هر جای از زندگی مادی هست به بالا دستا نگاه نکنه.
به پایین دست نگاه. که اگر به بالا دست نگاه کنه هرگز از زندگیش لذت نخواهد برد، هرگز قانع نخواهد شد. این که در وقتی که القناعت مال لا تنفد یا لا ینفد، معناش اینه که قناعت دارایی هست که تموم شدنی نیست. بله. اگه انسان قناعت داشت هر جایی که باشه از زندگیش راضیه. اما اگه خواست به پایین دستا نگاه کن، اما اگه به بالا دست نگاه کرد همه دنیا رو هم که داشته باشه بازم ناراحت و قصه میخوره. و جالبه که این شیطانی که لعنتش کردیم، یعنی تو امور معنوی یه 2 رکعت نماز میخونیم، یه روز مستحبی میگیریم، فکر میکنیم واسه خودمون کسی شدیم، ببین من این کار کردم، اون طرف این اهل این چیزا نیست، من از همسایم، از فامیلم، از دوستم دیگه الان خیلی زدم بالا. و تو امور مادی به جای اینکه پایین دستمون رو ببینیم بالا دستمون رو میبینیم. یه رقابت، یه مسارعه. این سارعوا الی مغفرة من ربکم، اونجا سارعوا الی مال من اموال دنیا. آره. اونجا به هیچ جمع انسان نمیرسه هر چم سرعت. اینجا همین نیت هم کنه میره بالا، هر چه که حرکت کنه میره بالا. این یه نکته که نکته دوم این که فرات پهنای بهشت به پهنای آسمان تا زمین هست. این بهشت هر نفره، نه اینکه همه انسان ها یه بهشت دارن، اون یه بهشت هم عرضش پهناش به اندازه زمین تا آسمان. نه، هر انسانی بهشتی دارد که به اندازه پهنای زمین تا آسمان. نه. بله. این الله اکبر. و اون وقت ببینید که توی این بهشت انسان که میگن که آدم خسته میشه، کجاش خسته میشه؟ الله اکبر. بخواد فقط یک گشتی بزنه شاید 50,000 سال طول بکشه. به تعداد انسان‌های کره زمین از ابتدا تا انتها ما بهشت داریم. به تعداد بهشتی ها که بله، به تعداد بهشتی ها. بله بهشت هر نفر به پهنای زمین تا آسمونه و بهشت هم به پهنای زمین تا آسمان. الله اکبر. میگه سارعوا الی مغفرة من ربکم و جنت عرضها. همین نفر که بهش میگه سارعوا، به شما که میگه مسارع یعنی سبقت بگیرید. برای چی؟ یکی مغفرت پروردگار که گناهانتون رو ببخشه، دوم بهشتی که برای شما تهیه شده که پهناش بین زمین تا آسمانه. در معنویات، آره، در معنویات، در امور آخرتی اگر همه تصمیم گرفتن که سلمان فارسی بشن، خب بشن، اب نداره. اینجا اگه همه تصمیم گرفتن که رئیس جمهور بشن، میتونه یا نمیتونن؟ نه، همه که نمیتونن رئیس جمهور. یه رئیس جمهور. نه. همه تصمیم گرفتن که تو 2 مسابقه 2 اول بشن. بله. نمیشه. درست. یک نفر اول ولی میشه. اونجا میشه. خیلی اونجا اگه همه تصمیم گرفتن که شاگرد اول در همه عالم بشن، میتونن بشن. الهی آمین. تفاوت معانی مختلف مرگ چیه؟ مرگ که خب یک معنا بیشتر نیست. نمیدونم منظورشون چی بوده. جدایی روح از این بدن رو بهش میگن مرگ دیگه. اما مرگ ها با هم تفاوت داره. آره. بله. یک مرگی مرگ شهیده که حیات جاودانه هست. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. این مرگ یه وقت مرگی که در راه علم و دانش، اونم میشه شهادت. وقت مرگی که با محبت اهل بیت، اونم میشه شهادت. یه وقت مرگ از این جنسی، وقت نه، مرگ برای امور دنیاست. یه وقت بدتر از این، مرگی که انسان رو مفتضح میکنه، دچار بیماری میشه که اون بیماری اول انسان رو رسوا میکنه، بعد هم دنبالش مرگه. معتاد میشه به اعتیادی که اول مفتضح میشه، بعد هم مثلا فرض کن تو یک بیغوله، تو یک مزبله میفته و اونجا میمیره. مرگ ها انواعی دارن. از باشکوه ترین مرگ شروع میشه تا میاد اون نفله شدن و هلاک شدن و بدترین مرگ ها این هست. اما مرگ خب یه معنا بیشتره. تو یه دقیقه اگه پاسخ این سوال بدی ممنون میشم. گفتن بالاخره مرگ سخته یا آسون؟ برای بعضیا سخته، برای بعضی هم آسونه. کسی که درست عمل کرده باشه مرگش میشه مثل بویدن یک گل، مثل نوشیدن یک لیوان آب سرد و گوارا در یک روز گرم تابستان، مثل بویدن یک میوه خوشبو. برای کسی که بد عمل کرده میشه مثل اینکه گوسفندی رو زنده پوست بکنن، میشه مثل اینکه بخوان
انسان رو زنده بدنش رو با قیچی و اره تیکه تیکه بکنن. این مونی که بخوان با یک سیخ آهنین و آتشین جان انسان رو از اعماق وجودش بکشن بیرون. این 5 موردی گفتم همش روایت بود، 5 موردی، هیچ کدوم حرف من نبود. بله بله. پس تفاوت از زمین تا آسمانه. خیلی ممنونم استاد، مثل همیشه استفاده کردیم. خدا خیرتون بده. سلامت باشین. خوش به حال اونایی که امشب اولین شب جمعه، شب زیارتیشون حرم امام حسین جان هستن. ان شاءالله برای ما هم نفس بزنن، دعاگو باشن. ان شاءالله مکرر از نوع با معرفتش در سال جدید نصیب و قسمت هممون بشه. السلام علیک یا ابا عبدالله. التماس دعا یا حق. خداحافظ.